روز پیامبر گرامی اسلام با همسرشان خب در کوچه‌ای بوده یا جاده‌ای بوده گام می‌زدند به سمت خانه. دو نفر از صحابی را در برابر خود دیدن و چند قدم که پیش گذاشتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم مردو را صدا کرد و گفت که این خانمم است، من با خانمم میرم به سمت خانه یا با خانمم بیرون شده. صحابی گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا در شأن تو ما گمان بد میکنیم؟ یعنی آیا ما گمان بد میکنیم که پیامبر خدا با چی کسی الان در این وقت قدم میزنه؟ اصلا این گمان بد در ذهن ما نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که شیطان در وجود انسان به مثل خون در جریان و در حرکت است. وساوس و وسوسه هایش همیشه موجود است. روی ملحوظ انسان سعی و تلاش و کوشش به این کنه که زمینه و بستر گمان بد فراهم نکنه. اکثریت خواهرایی که شیرازی زندگیشان از بین رفته است، مشکل عمده در چی است؟ مشکل عمده در این است که شوهرشان در موبایل بیش از حد مصروف است، پیام‌های آنچنانی، یا طرف همسرش با مردان به جهت بدون کدام سبب استاد است، خنده میکنه و رفتار عجیب غریبی